قانون نویسانی که در تاجیکستان به تهیه متن نوی کودکس جنایی مشغولند میگویند با یک زمره تضادها روبرو شدند. در تاجیکستان از سال 2013 هم یک گروه کاری ویژه به تهیه کودکس نوی جنایی مشغول است و قرار بود متن نهایی قانون نو تا آخر سال 2017 انجام یابد. یک دستوری که این گروه از رئیس جمهور امامعلی رحمان گرفت این بود که جزای جنایی برخی از ماده‌های این قانون بیکار شده در عموم بشری‌تر و یا گمانی‌تر شود. صبحیدین بحرالدین زاده معاون رئیس مرکز ملی قانونگذاری که نیز در تهیه طرح نوی قانون شرکت دارد روز 24 ینور گفت تهیه لایحه قانون به چند دلیل هنوز پایان نیافته است. هرچند هدف گومانیتر ساختن کودکس جنایی است، اما آنها از مقامات قدرتی گاهی پیشنهادهای میگیرند که برعکس بر جانب سخت‌تر شدن جزاها هستند. با عنوان مثال او افزود مقامات قدرتی پیشنهاد دارند سینی به جوابگری جنایی کشیدن افرادی که در خارجه دست به جنایت‌های مدهش زدند از 16 سال کنونی تا به 14 سالگی پایین برده شود. در یک سال اخیر با کودکس جنایی تاجیکستان تغییر وارد شد که اکثریت به سمت سنگین‌تر شدن جزاها بودند. جزاها برای سرکشی از پرداخت الیمنت، راندن ماشین در حالت مستی از جمله بندهای کودکس جنایی بودند که جزا برای آن سنگین‌تر شد. فهمیده تاجیک نیز در اجرای قانون‌های سنگین کم نمی آید. در طول 4 سال اخیر سودهای تاجیکستان در نسبت اعضایان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حکم ابد و مهلت‌های زندانی از 15 سال بالا تعیین کرد. همچنان در این مدت بزرگمهر یاروف وکیل دفاع تاجیک به 28 سال زندان، صاحبکار زید سعیدوف 29 سال زندان و سعدالله رحیموف رهبری مؤسسه دولتی استانسیه دولتی آزمایش‌های ماشین‌ها نهادی تابع وزارت کشاورزی برای زمین فروشی به 25 سال زندان محکوم شدند. وطن عبدالرحمانوف سودیه تاجیک که تجربه طولانی کار در زمان شوروی و هم استقلالیت را داشت میگوید معیارهای کودکس جنایی اتحاد شوروی از قانونهای کنونی چهره خیلی بشری تر داشت. این سودیه تجربه دار تاجیک گفت سنگین ترین حکمی که در زمان کارش او صادر کرد این 17 سال زندان بود و محکوم شده به جرم تروریسم متهم شد. عبدالرحمانوف که روند وارد شدن تغییر و الابه ها را به قانونهای جنایتی تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند گفت جزاهای کودکس جنایتی تاجیکستان تا رفت شدیدتر میشوند و در تغییرات اخیر هیچ نشانه از گومانیزاسیا به نظر نمی رسد. متاسفانه ما قانون‌های را قبول کرده ایستادیم که به آنها می‌خواهیم مردم را ترسانیم، اما ما باید طوری کنیم که در میان مردم ترس نه بلکه حس احترام به قانون با وجود بیاید، افزود این سودیه تجربه دار تاجیک. در میان کشورهای پسا شوروی بیشتر قانون‌های جنایی کشورهای نزد بالتیک و گرجستان در 10 سال اخیر شاهد اصلاحات بنیادی گشته قبای بشری به خود گرفتند. از جمله سبکی‌های رایج در این کشورها بیکار شدن بندهای به مثل تهمت و تحقیر رئیس جمهور و یا دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی است. همچنان قانونگذاری این دولت‌ها نگاهداری برخی از انواع مواد مخدر را برای استفاده خودی که معمولاً حد نهاییش 5 گرم است جنایت نمی‌شمارند. یک نظر به مهلت جزایی ماده‌های علاهده کودکس جنایی تاجیکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی نشان می‌دهد که جزا برای اکثر جرم‌ها در تاجیکستان خیلی بیشتر است. برای مثال برای دزدی در قزاقستان و یا گرجستان حد اکثر جزا 10 سال زندان است. در تاجیکستان برای عین چنین جرم از 8 تا 12 سال زندان مقرر شده است.